به نام خدا، دکتر مریم کاکویی نژاد هستم، رزیدنت تخصصی ترمیمی و زیبایی دانشگاه شاهد. امروز راجع به انواع روش‌های ترمیم‌های بک تو بک کامپوزیتی می‌خوایم صحبت کنیم. راجع به انواع وسایلی که روی میز من می‌بینید، می‌خوام یه توضیح مختصری بدم. یکی انواع ماتریکس‌های سکشنالی هستش که داریم، رینگ هامون هست، وج‌های آناتومیک چوبیمون توی سایزهای مختلف هست، وج‌های الاستیک توی سایزهای مختلف که آبی بزرگتره و زردها همونطور که می‌بینین کوچیک‌ترن. وسیله بعدی که جالبه کانتکت فورمر هستش که نحوه استفاده ازش رو جلوتر بهتون یاد میدم و فورسپس های ماتریکس هامون هست و جالب ترین چیزی که اینجا داریم انواع رینگ های بالدار یا بالچه دارمون هستش. اولین موردی که میخوایم راجبش صحبت کنیم نوارهای سکشنال هستند و رینگ هامون. اندیکاسیون اصلی رینگ ها زمانی هستش که ما ترمیم های کامپوزیتی کلاس 2 میخوایم انجام بدیم. خب سوالی که پیش میاد اینه که فرقشون با تافلمایر ماتریکس ها چیه؟ در حقیقت ما زمانی این سکشنال ماتریکس ها رو استفاده میکنیم که استفاده از تافلمایر خیلی برامون راحت نباشه. مثلا اندیکاسیونش توی حفرات کلاس 2 کامپوزیته که وقتی دیستال حفره رو با رینگ بخوایم ترمیم بکنیم خیلی جایگذاریش خیلی راحت تره به نسبت ماتریکس هولدر تافلمایر که یه چیز حجیم و بزرگ و سنگینه و قراردادش خیلی سخته و هر لحظه ممکنه دچار بی‌ثباتی بشه و از جاش تکون بخوره و ایزولاسیونمون رو مختل کنه. رینگ ها خیلی وسایل خوبی هستن برای اینکه ترمیم ما رو راحت تر کنه. همونجور که می‌بینید نوارهای ماتریکس پرکانتور که به صورت دابل کرو هست. این قسمت با ما کمک میکنه که دقیقاً همون تهدب دندونا رو به خصوص مولرها و پرمولرها رو بتونیم راحت‌تر تقلید کنیم و کانتکتمون صاف و یک نواخت نباشه و تهدب طبیعی دندون رو بتونه بازسازی کنه. مورد بعدی رینگ های بالچه دارمون هستن. همونطور که میبینین این قسمت یه حالت هشتی داره که محل قرارگیری وج هستش. این کمک میکنه این دندونه ها که رینگمون راحت تر سر جاش قرار بگیره و ثبات بهتری داشته باشه و سر جاش مثل بعضی از رینگ ها لق نزنه در حقیقت و اینکه وج گذاری رو برامون خیلی راحت تر میکنه. به طور مثال اگر یه ضایعه پوسیده توی دیستال شیش پایین داشته باشیم توی این ناحیه، اول نوار ماتریکسمون رو به این صورت قرار میدیم توی ناحیه، وج آناتومیک شده رو یا حالا از اول وجمون آناتومیک باشه انتخاب میکنیم، توی محل قرار میدیم و بعد از سکشنال ماتریکس ها استفاده میکنیم. حالا چه رینگ معمولی چه رینگ بالچه دار فرقی نمیکنه. به صورتی قرار میدیم که کمانش رو به دیستال باشه که جلوی دست و پامون رو نگیره موقع ترمیم کردن و بین وج و نوار اون رو قرار میدیم و خوب سفت و محکم بشه و چکش میکنیم که ثبات کافی داشته باشه. از وسایل دیگه‌ای که روی میزم دارم میخوام بهتون معرفی کنم، این موارد دیسک های سایندمون هستن که با توجه به سایز ذرات سایندمون از بسیار زبر تا فاین دسته‌بندی میشن و کورس ها برای اولین مراحل فینیش پالیشمون استفاده میشه و به ترتیب رنگی ما اینا رو استفاده میکنیم تا فاین ترینمون بریم و به پالیش کامل برسیم. مسئله بعدی انواع وج ها هستش. ما وج های چوبی آناتومیک رو توی سایزهای مختلف داریم و وج های الاستیکمون رو داریم که نحوه قراردادیش رو هم خدمتتون توضیح میدم. البته اگه وج آناتومیک نداشتین به این معنی نیستش که شما نمیتونین کار انجام بدین. حتی وج‌های ساده مثلثی چوبی رو میتونین خودتون با فرز شکل بدین و آناتومیک کنید و در حفره قرار بدید. چرا اینقدر اصرار میکنیم که وجمون حتما آناتومیک باشه؟ برای اینکه در حقیقت از آناتومی خود دندون و حفره تبعیت کنیم و تا جایی که میشه بتونیم کف حفرمون رو جینجیوالی تر ببریم که بتونیم کانتکت مناسب تری بگیریم. اگه این کار انجام ندیم کانتکتمون خیلی اوکلوزالی میشه و این مطلوب ما نیست. حالا با هم بریم پای یونیت. 2 تا حفره نمادین براتون میتراشیم که بعدش بریم سراغ ترمیم بک تو بک کامپوزیتی. خب یادمون باشه که حتما برداشت پوسیدگی توی کامپوزیت ها بر اساس میزان پوسیدگیمون هست
و فرم و شکل خاصی از حفره ما نداریم توی کامپوزیت. در حدی برمی‌داریم که پوسیدگیمون فقط برطرف بشه. حالا نحوه برداشت پوسیدگیمون توی این موارد یا باید جوری باشه که اینجا یه دیواره مینایی مثل کاری که من انجام دادم، یه دیواره مینایی اینجا نگه داریم که دندون بغل رو دچار آسیب و ضربه از طریق فرز نکنیم، و یا اینکه یه تیکه نوار بذاریم، حالا چه سکشنال چه معمولی، بذاریم که دندون مقابل رو از آسیب حفظ کنیم. ویج رو میذارم تا نوار ماتریکس هم ثابت بشه، تکون نخوره. بعد تراشم رو ادامه میدم تا اون دیواره مینایی هم از بین بره. خب تراش این حفره تموم شد. همونطور که میبینید نوار ماتریکسی که برای محافظت از دندون کناری گذاشته بودم توسط فرز پاره شده. این نشون میده که اگر این ملاحظاتی که خدمتتون عرض کردم رو رعایت نکنید، دندون مقابل توسط فرز ما تراشیده میشه و در آینده استعدادش به پوسیدگی بالاتر میره. یه حفره دیگه هم به صورت نمادین ما اینجا میتراشیم. خب حالا دو تا حفره کنار هم داریم که میخوایم با کامپوزیت ترمیمشون کنیم که به اینا به اصطلاح میگن حفرات بک تو بک. به صورت سینگل هم اگر ما یه حفره کلاس 2 داشتیم، سینگل باکس کامپوزیت داشتیم، خیلی وقتا گرفتن کانتکت خیلی ساده نیست. حالا که شده دوتا، گرفتن کانتکت و کانتور مناسب یه چالش مهم توی دندون پزشکی ترمیمیه، خصوصا اگر بخوایم که توی زمان و انرژیمون صرفه جویی کنیم و اینا رو جدا جدا هر کدوم رو توی یک زمان جداگانه ترمیم نکنیم و بخوایم هر دو رو با هم انجام بدیم. خب حالا بریم دونه دونه روش‌هایی که میتونیم این حفرات رو با هم دیگه ترمیم کنیم صحبت کنیم راجبش. خب راه اول ترمیم حفراتی که کنار هم دیگن و هر دو هم پوسیدن اینه که اصلا جداگانه اینها رو برداشت پوسیدگیشون رو انجام بدیم. به طور مثال به بیمار وقت میدیم برای دندون شیشش پوسیدگی همون دندون رو فقط حذف میکنیم و همون روز با یه نوار تافلمایر معمولی و یا یه نوار سکشنال همون دندون رو فقط ترمیم میکنیم. حالا ما چرا این کار رو دوست نداریم؟ چون عملاً باید 2 بار بیمار رو ببینیم، 2 بار بهش وقت بدیم، 2 بار برداشت پوسیدگی انجام بدیم و تمام این مراحلی که برای ترمیم یک دندون انجام میشه در حقیقت از وقت و انرژی ما و مریض ما کم میکنه. ما دوست داریم که هر کاری که انجام میدیم توی کمترین زمان و با بالاترین کیفیت انجام بشه. راه حل دیگه ای که داریم اینه که بخوایم هر دو این حفرات رو با هم دیگه تراش بدیم، اما اونها رو دونه دونه پر کنیم. حالا چجوری؟ ما میایم نوار سکشنالامون رو برای هر دو تا دندون قرار میدیم. بعد توی اون حفره‌ای که اون لحظه نمیخوایم ترمیمش رو انجام بدیم یه مقداری از نوار تفلون رو گوله میکنیم، اونجا قرار میدیم تا فضا رو ببنده، برای اینه که نوار ماتریکس دندون مقابل به فضای دندون کناری تجاوز نکنه و اوورکانتورتر نشه. خب حالا بریم این روش گذاشتن نوار تفلون رو توی یکی از حفرات و ترمیم اون یکی حفره رو با هم دیگه ببینیم. خب اول ما هر دو تا نوارمون رو میذاریم، فرقی هم نمیکنه اول کدومو بذاریم. بعد تو اون فضای باقی مونده با توجه به فضایی که داریم وجمون رو انتخاب میکنیم و وارد فضای پاپیلا میکنیم. حالا من اینجا دوست دارم از این رینگ استفاده کنم چون جای وج داره و کار من رو راحت تر میکنه و ثباتش هم بیشتره. معمولا جوری قرار میدیم رینگو که دور از محل کار ما باشه و ترجیحاً دوست داریم که کمانش به سمت دیستال باشه. حالا که نوارامونو گذاشتیم، رینگامونو گذاشتیم، با یه برنیشر نوار ماتریکسمون رو دوباره شکل میدیم تا در نهایت کانتکت بهتری داشته باشیم. ببینید ما چقدر داریم تلاش میکنیم که یه کانتکت خوب داشته باشیم. تمام این کارهایی که از اول کردیم، از نوار سکشنال استفاده کردیم،
رینگ استفاده کردیم، داریم برنیشش میکنیم. همه اینا برای اینه که بتونیم یه کانتکت ایدئال بگیریم. حالا میریم برای ترمیم. گفتیم دو راه داریم، میتونیم اینا رو جداگانه ترمیم کنیم، یعنی یکی از حفرات رو نوار تفلون بذاریم، ترمیم کامپوزیتی انجام بدیم، و یا اینکه هر دو رو با هم پر کنیم. اول میریم به صورت جداگانه اینا رو انجام میدیم. اون حفره‌ای که میخوایم پرش نکنیم و یه دونه نوار تفلون گوله شده میذاریم داخلش. خوب داخلش پک میکنیم. و بعد میریم سراغ پر کردن حفره‌ای که باقی مونده. خب اولین مرحله اچ کردنه. این که چه مدت اچ کنیم و کدوم نواحی رو اچ کنیم بسته به نوع باندی داره که ما استفاده میکنیم. اگه از نسل 5 استفاده میکنیم که توتال اچه، باید هم مینا و هم آج اچ بشه. اما اگه از باندهای یونیورسال استفاده میکنیم به صورت سلکتیو فقط نواحی مینایی رو و ریمهای مینایی رو یکم فراتر از اون رو فقط اچ میکنیم و آج نیازی به اچ کردن توی این تکنیک نداره. حالا اینجا چون من باند نسل 5 دارم به صورت توتال اچ تمام نواحی رو اچ میکنم. بعد از اینکه اچ کردیم حالا باید اون رو کامل شستشو بدیم. من اینجا الان اچم رو شستشو دادم کاملا. حالا میخوام باندم رو اپلای کنم. همیشه قبل اینکه باند بزنین اون رو تکون بدین. یک قطره کافیه. سریع درش رو میبندیم. به تمامی نواحی خصوصا نواحی آجی که کاملا راب میکنیم و نواحی مینایی رو به صورت تپینگ باند میزنیم. یکم صبر میکنیم. بعد با پوار هوا کاملا خشکش میکنیم و بعد مرحله دوم باندینگمون رو اپلای میکنیم. بین این مراحل نیازی نیست لایت گرفته بشه. دوباره یک قطره باندینگ اپلای میکنیم. پوار هوا میگیریم و بعد لایت میکنیم. حالا که باند رو لایت کردیم نوبت اینه که بریم سراغ ترمیم حفرمون. من دوست دارم که همیشه کف حفره‌های کلاستوم یه کمی کامپوزیت فلو بذارم، خیلی کم توی قسمت جینجیوال، فقط به این عنوان که وقتی کامپوزیت رو روش پک میکنم مطمئن باشم که دیگه گپی وجود نداره اون قسمت و از بابت کف جینجیوال حفره خیالم راحته. به این تکنیک میگن تکنیک اسنوپلو. بعد از اپلای کردن کامپوزیت فلو یه تیکه خیلی کوچیک از کامپوزیت معمولی برمیداریم توی کف حفره. سعی میکنیم ادپتیشنش رو با کف حفره برقرار کنیم. خب این لایه نازک به راحتی کیور میشه و خیلی هم خوب سعی کردیم ادپتش کنیم. برای همین از بابت کف جینجیوال دیگه خیالمون راحته و لایه های بعدی رو نیاز نیست انقدر کوچیک بذاریم. همین که کمتر از 2 میلیمتر باشه کافیه.
حتما توی هر لایه 20 ثانیه کیورینگ رو کامل انجام بدین. اینجا حالا با توجه به اینکه روی کیس زنده کار نمی کنیم و محدودیت وقت داریم شاید کیورینگ رو به صورت کامل انجام نداده باشیم. خب این دیگه لایه آخرمونه. تلاش میکنیم که اگه قراره فرمی بدیم و یا اضافاتی داشته باشیم همینجا اضافاتش رو برداریم. اگر کاسبی میخوایم فرم بدیم، اگر شیاری میخوایم در بیاریم، هر کاری که میخوایم بکنیم ترجیحاً قبل از کیورینگ انجام بشه، کارمون بعداً راحت تره. البته که نشدنی نیست، ولی خب با فرز هم زمان بره و هم سخت تره. خب حالا توی این مرحله ما میتونیم نوار تفلونمون رو برداریم، دقیقاً به همین صورت که تا الان انجام دادیم حفره مجاور رو هم ترمیم کنیم. این نوار تفلون گذاشتن به ما این حس رو داد و این امکان رو داد که در حقیقت زمانی که حفره بزرگتر رو میخوایم ترمیم بکنیم با هل دادن ماده کامپوزیت و پوش کردنش توی قسمت جینجیوال، نوار ماتریکسمون به سمت حفره کوچیک‌تر، حفره مقابل شکم نده، در حقیقت تجاوز نکنه به حفره کناریمون و اوورتر از حالت عادی نشه. حالا که دیگه نوار تفلون رو برداشتیم میتونیم به صورت عادی مثل همین دندون کناری این رو هم ترمیم بکنیم. خب روش اولمون که گذاشتن نوار تفلون توی یکی از حفرات بود تموم شد. روش دوم که من خیلی بیشتر دوست دارم، چون هینش نیاز نیست چندین بار فرز عوض کنیم، نیاز نیست چندین بار مواد رو تکراری عوض کنیم بین خودمون و دستیارمون. روشی که همزمان هر دو تا حفره رو با هم دیگه پر میکنیم. یعنی اگر کامپوزیت داریم میذاریم توی هر دو حفره همزمان میذاریم، اگه پالیش داریم میکنیم، فینیش داریم میکنیم، با همون فرز به ترتیب توی هر دو حفره به صورت همزمان کار میکنیم. برای همین زمان کارمون به نصف کاهش پیدا میکنه. این روش هم دیگه من از اچوبان میگذرم و فقط به صورت عملی خدمتتون نشون میدم که باید چیکار بکنیم. مثل روش قبلی دقیقاً دوباره از برنیشر استفاده میکنیم تا نوار ماتریکس ها رو کنار هم دیگه نزدیک کنیم. مثلا الان اچوباند و لایت و اینا انجام شده، الان دیگه میخوایم ترمیم حفرمون رو انجام بدیم. خیلی کم کامپوزیت فلو روی کف جینجیوال حفرمون میذاریم. اگه اضافاتی داره با یه میکروبراش تمیز پاکشون میکنیم که به قسمت‌های دیگه حفره تماس نداشته باشه. بعد از اون کامپوزیت پکبلمون رو توی قسمت جینجیوال هر دو حفره قرار میدیم و با دیوارهای حفره ادپتشون میکنیم. توی مراحل ترمیم اگر جایی احساس کردین که کامپوزیت به قلمتون میچسبه،
معمولا علت اصلیش اینه که قلمتون تمیز نیست. کاری که میتونید بکنید اینه که از دستیارتون بخواید با یه گاز الکلی وسیلتون رو تمیز کنه. اگر خوب تمیز شد و باز هم توی مراحل ترمیم شاهد چسبیدن کامپوزیت به وسیلتون بودین، میتونید از مدلینگ رزین استفاده کنید. خب توی این تکنیک دارم همزمان هر دو تا حفرم و ترمیمش رو انجام میدم. خب خوب کامپوزیت رو پک میکنیم توی هر دو تا حفرمون. بعد که به درجه کافی از ادپتیشن کامپوزیت با کف جینجیوار حفره رسیدیم، هر دو تا حفره رو با هم دیگه کیور میکنیم به مدت هم 20 ثانیه. بعد میریم سراغ لایه های بالاتر. خب یکی از مسائلی که وقتی داریم توی این روش شکل میدیم کاسوار رو و کامپوزیت رو باید بهش توجه کنیم اینه که زمانی که داریم مارجینال ریج ها رو شکل میدیم حواسمون باشه تقریبا توی یه ارتفاع ختمشون کنیم که بعداً کار فینیش پالیش خودمون راحت تر بشه. هی نخوایم 2 ساعت با فرز اینا رو کوتاه کنیم و هم سطح کنیم و اینها. عللی که توی این روش کانتکت بهتری میگیریم
یکیش این هستش که نوارهای پرکانتور استفاده میکنیم و یکی هم این هستش که ضخامت نوارهامون کمه. علت دیگه این برنیشر استفاده کردن هستش و این نازک کردن نوار با برنیشر هست. کارهای دیگه که برای گرفتن کانتکت مناسب میتونیم ازش استفاده کنیم مثلا فشردن وسیله کانتکت فرمر به دندون مجاور و یا استفاده از یک کندانسور و فشردنش به دندون مجاور، در حقیقت ماتریکس دندون مجاور هست و در همین هی کیور کردن کامپوزیت هستش. روش دیگه ای که حالا استفاده میشه اینه که یه تیکه کامپوزیتی رو با یه دستکش تمیز گوله کنیم، یه تیکه خیلی کوچیک بذاریم توی دیواره ماتریکس و اون رو فشرده کنیم به نوار ماتریکسمون و البته زیرش هم باید یک لایه کامپوزیت از قبل گذاشته باشیم و این فشرده کردنمون به دندون مجاور باعث میشه که کانتکت محکمتری رو با دندون بغلی داشته باشیم. در نهایت هم باید این سیستم نوار ماتریکس و رینگ و وج رو در بیاریم و با فرز و دیسک‌های سایندمون و پالیشرهایی که داریم این دوتا قسمت حفره رو کاملا پالیش کنیم. همونطور که میدونین دیسک ها رو از کورسترین به فاینترین استفاده میکنیم تا پالیش خوبی بتونیم به دست بیاریم. خب حالا بریم کانتکت رو چک کنیم. خب یکی دیگه از خوبی‌های این روش علاوه بر اینکه میتونیم کانتکت خیلی خوبی بگیریم اینه که همزمان که داریم کامپوزیت میذاریم میتونیم چک کنیم که مارجینال ریجام رو هم سطح و هم ارتفاع بذاریم تا بعدا نیاز نباشه با فرز و دیسک به جون کامپوزیت بیفتیم و یه عالمه وقت صرف کنیم که بخوایم اینا رو فرم دهی کنیم. دیدید که چقدر راحت کانتکت گرفتن با سکشنال ماتریکس ها و یکی از مهمترین دلایلش اینه که فشار خوبی به دو تا دندون وارد میشه و خوب با توسط رینگ و وج دندونا از هم فاصله میگیرن و نوار ماتریکس های پرکانتور داره این سیستم و در نهایت چون دو تا حفره با هم توی یک جلسه ترمیم میشه هم ما راضی تریم و وقتمون کمتر گرفته میشه و هم بیمار بابت رفت و آمد کمتر قطعاً ممنون ما خواهد بود. در نهایت ما توی این ویدیو سعی کردیم دو روش کاملا کاربردی برای ترمیم های بک تو بک کامپوزیتی رو توضیح بدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. از شرکت مقاوم بابت همراهیشون ممنونم و اگر سوال یا نظری داشتید توی قسمت کامنت ها در خدمتتون هستیم.